تشکر استاد جان، بخیر باشید. بله. همونطور که گفتم دوستای عزیز، اگر اگر بسیار در اکثر موارد وی اگر بسیار معناهای مختلف داره. اما در اینجا اگر شما واقعا میخواین که به شکل حرفه‌ای کار کنید و جدی داخل دنیای دیجیتال شوین و جدی میخواین مثلا دنبال ایجاد یک کسب و کار کوچک، یا حداقل شروعش کوچک باشد و دنبال یک درآمد از دنیای دیجیتال، در حالی که میلیون ها مردم از این طریق داره کاربار میکنه و درآمد داره زندگی خود ساخته و ما شما میتونیم، اگر شما واقعا دنبال همچین کاری هستین، شما این موضوعات را که گفته میشه اینا رو بسیار بسیار جدی بگیرین. ممکنه که خیلی از کسا، ما البته میبینیم به بسیار از اکانت ها و بسیار از صفحات را که اونا همونطور گفتم ناتکمیل هست و یا اگر تکمیل هم هست به شکل حرفه‌ای نیست، معلومات را که در صفحات خود درج کرده غیر مرتبط هست و این موضوعات را یک مقدار به حساب سبک گرفته. وقتی که این موضوع سبک گرفته میشه، اما الگوریتم ها و یا استانداردها و پلتفرم هایی که این معلومات و این داده ها را تجزیه و تحلیل میکنه، اونا این اکانت ها و یا این صفحات را همچنان جدی نمیگیره، به خاطر اینکه میگه اینا تکمیل نشده و معلوماتی که در اینجا درج شده معلومات نادرست است. با او اساس پیج شما را یا اکانت شما را بسیار کمتر برای دیگه کسا پیشنهاد میکنه که مثلا فالو کنید یا فرند شوین به این پیج، و زیادتر پیج و صفحاتی که برای کسای دیگه، برای دیگه یوزرها در سوشال میدیا پیشنهاد میشه که به شکل حرفه‌ای باشه و این معلومات واقعا به شکل درستش تکمیل شده باشه و واقعی باشه. و موضوع دیگه هم که اون پیشتر براتون گفتم که حتی کسایی که به حساب به شکل واقعی به جز از دستگاه ها و دستگاه ها یا پلتفرم های ای آی و تکنولوژی، حتی یک انسان واقعی هم که بخواد به مو پیج و یا مثلا به مو اکانت مراجعه کنه و ببینه که معلومات نامتناسب با اون چیزی که فعالیت میکند هست و یا اینکه مثلا نامکمل هست، سخت است که برای او اعتبار کنه و با او تعامل و به حساب فرند و یا اینکه دنبال کننده دائمی باشه. دوست عزیز، پس این مهم هست که ما شما این را در نظر بگیریم. 1 دقیقه مرا وقت بدین دوست عزیز. خب، میریم دنبال موضوع بعدی. خب، وقتی که درباره یک انواع صفحات و اکانت های یک سوشال میدیا اندازه کافی معلومات پیدا کردیم و ایران فهمیدیم که به حساب ساخت یک صفحه و یا اکانتی پروفشنال چقدر اهمیت داره و کدام موضوعات را باید جدی بگیریم. موضوع بعدیش که این میرسه که خب ما همه فرض بری بگیریم که اکانت و یا پیجی پروفشنال ساختیم و اگر از قبل داشتیم و او را هم تمام تنظیماتش را بر اساس همو پالیسی و همو استانداردهای امروزی که برای سوشال میدیا وجود داره اونا رو تغییر دادیم، همه چیز آپدیت کردیم و درست شد. اما فعلا کاری را که حالا شروع میشه و همچنان ادامه داره برای مدتی، و عبارت از تولید محتوا. تولید محتوا یک موضوعی هست و یکی از به حساب وظیفه های اصلی یوتیوبر، دیجیتال کریئتور، فریلانسر و یا هر کسی که در دنیای دیجیتال کار میکنه، تولید محتوا یکی از وظایف یا مثلا یکی از مسئولیت های دائمی می باشه و این چیزی هست که باید تا زمانی که شما توقع و او هدف را دارین باید این را تداوم بدین و روی ازی کار کنید و هر روز این را بیشتر 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 باید روی کیفیتش، روی استاندارد سازیش و روی به حساب محتوایش، روی امو اصل هدفی که او محتوای شما میخواد برای بیننده یا مثلا برای بازدید کننده ارائه کنه باید بیشتر و بیشتر کار کنید. تولید محتوای هدفمند و استراتژی محتوا در فیسبوک یکی از اصل چیزایی هست که دوستان ما شما باید بیشتر در رویش دقت کنیم. در این بخش دوستان عزیز میخوام در مورد تولید محتوای هدفمند و نکات کلیدی برای داشتن یک استراتژی محتوای مؤثر در فیسبوک باید بگوییم که یکی از مهمترین پایه‌های موفقیت، در فیسبوک به جز یکی از مسئولیت‌ها است، به اضافه از اینکه یک کار متداوم هست، داشتن یک استراتژی محتوای هدفمند است. یعنی شما باید بدانید که برای چی کسی تولید محتوا میکنید، چی محتوایی میخواید منتشر کنید و چه هدفی از این کار دارید. به خاطر سرگرمی هست، به خاطر به حساب جذب مخاطب هست، به خاطر اطلاع دهی هست، به خاطر آموزش هست، چه هدف است؟ آیا میخواید به حساب سرگرم کنید؟ همونطور گفتم
و با تعیین این اهداف محتوای شما جهتدار و موثر خواهد بود. نوع محتوایی که منتشر میکنید نیز بسیار مهم است. به طور کلی محتوا میتواند در چند دسته تقسیم شود. دوست عزیز، این انواعی از به حساب محتوایی است که در فیسبوک و یا مثلا در سوشال میدیا بیشترین رول داره و مردم نظر به شرایط خود، نظر به مو معلومات و یا مثلا وسایل و وسیله که در اختیار داره، اونا یکی از یک نوع محتوا و دیگه از نوع دیگه محتوا بیشتر استفاده میکنه. اما در کل ما 4 نوع محتوا داریم: محتوای آموزنده، آموزش یک مهارت یا نکته کاربردی به مخاطبان، و محتوای انگیزشی، الهام بخشیدن به مخاطب برای انجام کارها یا ایجاد تغییر مثبت، محتوای سرگرم کننده مثل ویدیوها و عکس‌ها و متن‌هایی که لبخند به لب مثلا مخاطبان می‌آورد و یا خنده می‌دهد. دیگه محتوای فروش و تبلیغاتی که بیشتر مربوط به شرکت‌ها و مربوط به حساب برند و مربوط به کسایی میباشه که کسب و کار و یا خدمات داره که از طریق سوشال میدیا و یا به طور آنلاین خرید و فروش میکنه. خب امروز در فیسبوک میتونید از فرمت های متنوعی استفاده کنید. مثلا پست های معمولی شامل عکس و متن و یا ویدیو هست، خصوصا در فیسبوک. و دیگه فرمتی که هست وجود داره ریلز هست که ویدیوهای کوتاه مثلا جذاب برای جذب سریع مخاطب به کار گرفته میشه. و دیگه لایو یا لایف اما پخش زنده هست. و موضوع دیگه هست که شیر کردن هست، مثلا بازنشر محتوای جذاب مرتبط به از منابع معتبر. برای موفقیت بیشتر برنامه‌ریزی محتوا بسیار مهم است. شما میتوانید از قبل تعیین کنید که چه زمانی چه نوع محتوایی منتشر میکنید. این کار باعث میشود حضور شما در فیسبوک منظم و حرفه‌ای دیده شود. تنوع در محتوا را رعایت کنید، یعنی از ترکیب انواع فرمت ها و موضوعات استفاده کنید، چیزی که مثلا ما شما اکثرا بدون آگاهی قبلی ما شما می کار میکنیم. مثلا اکثر ما شما هم عکس به حساب پست میکنیم، هم متن آماده میکنیم پست میکنیم و همچنان ویدیو اگر امکاناتش داشتیم ویدیو نشر میکنیم. و بسیار ممکنه برای تعداد کمی از دوستان اتفاق بیفته که لایف بره، یعنی از فرمت لایف استفاده کنه. دیگه ای بود از امو انواع محتوا و محتوای هدفمند. هدفمندش هم به این موضوع است که شما در صرف به خاطر از اینکه به حساب شما بیکار هستید در سوشال میدیا باید وقت بگذرانید و وقت خود هزینه نکنید و ببینید که چی کسای دیگه چی پست کرده و در سوشال میدیا چی خبر هست. برای محتوای خودتان هم شما میتونید مثلا هدف تعیین کنید. وقتی هدف تعیین کنید در اون صورت موثریت و یا همون نتیجه ای که شما از فعالیتتان در سوشال میدیا میخواین به دست بیارین زودتر و سریعتر و مطمئنتر میتونه به دست بیارید. دوست عزیز، در اینجا در این اسلاید همونطور که شما میبینید تولید محتوای هدفمند را دوستا در اینجا گنجانیده و همچنان برنامه‌ریزی محتوا، فرمت ها، چیزایی که من گفتم. و این عکس را که در اینجا من داشته دوستای عزیز، این یک موضوع بسیار بسیار مهم را برای ما شما بیان میکنه. در اینجا که در اینجا شما میبینید یک ایرور، اگر کسی سفر خدا کنه کما سفر میتونه ببینه، در اینجا یک ایرور یا مثلا یک علامت اختیاریت دیده شده. شما میتونید در فیسبوکتون برین همه‌تون چک کنید این موضوع را و این موضوع بسیار بسیار مهم هست. خیلی از وقتا شاید برای شما سوال پیش آمده باشه که ما مثلا شاید یک چند وقت قبل یک ویدیو، یک پست یا یک عکس رو پست کردم و او بسیار حتی ویرال شد، حتی مثلا بیشتر از اون چیزی که شما توقع داشتین لایک و فالو به حساب ویو و یا مثلا کامنت گرفت. اما یک پست دیگه که مثلا شما توقع داشتین که باید بیشتر از او دیده میشد در سوشال میدیا اما نشد، شما میتونید که در این قسمت بیاین چک کنید که مشکل در کجا بوده. و این بسیار ربط مستقیم به این داره که پست شما در دسترس مردم چقدر شانس داره که در دسترس بیشتر مردم و یا مثلا یوزرهای فعال در سوشال میدیا قرار بگیره. در اینجا یک مشکلیش برای گفت وقتی کلیک کنید برای شما نشان میده که باز ما بعضی از مشکلات عمده ای که در این قسمت هست ما در اسلاید های بعدی برای شما میگیم که اونها چی هستن. خب بعد از فهمیدن و مقدار آگاهی گرفتن درباره محتوای هدفمند و انواع فرمت های محتوایی که در سوشال میدیا وجود دارد، ما شما یک تعداد استانداردها و یک تعداد مشخصات بیشتری را درباره سوشال میدیا باید بفهمیم که و این بستگی با مکسی که ما قبلتر بر شما نشان دادم در اینجا بستگی به این داره این جدول. دوستان اینجا شما میبینید که فکر کنم بنابر دلایل مشکل اینترنت یک تعداد دوستای ما از کلاس اوت میشه، باز دوباره کوشش میکنه که جوین شه. به اون خاطر مشکلات وجود داره، بعضی وقتا اینترنت ضعیفی کنه و یک مشکلی دستگاه باشد. خب دوستان عزیز، درباره از این جدول شما همونطوری که میبینید اولین چیزی که مهم است پروفایل پیکچر است و اینجا سایز پروفایل پیکچر برای شما نشان داده. اگر شما این استانداردها و این مشخصات را برای هر محتوایتان در نظر بگیرین،
وقتی که ما از کیفیت محتوا گپ میزنیم دقیقاً این چیزا هسته. وقتی از استاندارد گپ میزنیم دقیقاً این موضوعات هست که شما این موضوعات را و این مشخصات را و این استانداردها را در نظر بگیرید برای هر محتوایی را که در سوشال میدیا شما پخش و نشر میکنید. وقتی که محتوای شما این مشخصات و استانداردها را رعایت کنه، خود به خود اونا در دسته محتوای با کیفیت قرار میگیره و تکنولوژی اونا را اتومات به مو گروه محتوای با کیفیت قرار میده و چانس ای برای مساعد میشه که بیشتر و بیشتر در معرض دید دیگه یوزرها در سوشال میدیا قرار بگیره. با مو خاطر است که انگیجمنت یا بازدید پست هایی که بیشتر و بیشتر میشه، حتی دور از توقع و انتظار شما، اونا بستگی به این موضوعات داره. مثلا از جمله چیزایی که مهم است، گرچه اینجا دوستای ما خیلی موضوعات زیاد را در اینجا درج کرده، به خاطر آگاهی شما دوستا، به خاطر معلومات دهی شما دوستا، چیزی کوشش کرده که چیزی از قلم نمانه. اما تنها چیزی که ما در روی اشاره میکنیم مهمترینش پروفایل پیکچر هست که شما سایزش رو مراعات کنید و کاور پیکچر هسته. شما میتونید سایزش رو در اینجا ببینید که به حساب 1200 بر 628 پیکسل هست. این سایز استاندارد هست که شما اگر شما یک کاور پیکچر یا مثلا یک کاور فوتو یا یک پروفایل پیکچر را شما کمتر از اگر مثلا در فیسبوکتان آپلود کنید و کیفیت خود از دست میده و او را مجبور است که مثلا زوم اوت کنه خود پلتفرم فیسبوک. وقتی که یک پیکچری که خردتر از این سایز می باشه، او را اگر زوم اوت کنه کیفیت از او پایین میره. وقتی کیفیت از او پایین رفت در سوشال میدیا، او را به حساب امو ایروری که ما پیشتر براتون نشان دادم، او ایرور را برش نشان میده و چانس کمتری داره که در درسته مشکلی نداره، شما میتونید آپلود کنید اما کیفیت خود از دست میده و در جمله محتوای استاندارد و با کیفیت قرار نمیگیره. و اگر حتی بزرگ از این باشه، در صورت فیسبوک و یا مثلا اموال پلتفرمی که باشه او کرپ میکنه. وقتی کرپ کرد هم از استاندارد واقعی خارج میشه. ممکنه یک امو محتوای اصلی که داخل از عکس هست در قسمت کرپ شدگی نیاید، یک تعدادش مثلا بیرون از قرار بگیره و یا اینکه اصل کیفیتش بیش از حد پایین شود. به خاطر این مهم است. و همچنین درباره کاور پیج، پست هایی که شما درباره در خود پستتان، عکسایی که در خود پست شما آپلود میکنید و همچنین سایز استوری و ویدیوها، اینا بسیار مهم است. بازم دوستان عزیز یادآوری میکنیم که برای داشتن یک صفحه حرفه‌ای و جذاب در فیسبوک، رعایت سایز و فرمت مناسب محتوا بسیار مهم است، چون باعث می شود محتوای شما بهتر نمایش داده شود و بیشتر دیده شود. برای پست های تصویری و معمولی سایز های استانداردی که در جدول درج شده شما میتونید ببینید و یا مثلا اسکرین شات بگیرین، عکس بگیرین، پیشتا نگاه کنید. اگر میخواید مثلا از ریلز استفاده کنید، باید ویدیوهای عمودی با سایزی که در اینجا گفتم مثلا 1080 در 1920 پیکسل باید باشه یا مثلا 16:9 و زمان تا 90 ثانیه باید در نظر بگیریم برای ریلز، خصوصا که من پیشتر گفتم. و موضوعات دیگه ای که در جدول هم درج کرده و دوستان اینجا در نود هم برای ما مانده، لازم نیست من دوباره تکرار کنم. خب موضوع بعدی که ساعت چند است؟ خب یک چند دقیقه را ما شما تایم داریم. موضوع دومی که درباره کیفیت و محتوا دوستان عزیز بسیار مهم است در سوشال میدیا، عبارت است از یک موضوعی است که محتوای اورجینال باشه. باید محتوایی باشه که شما خودتان تولید میکنید و این یکی از مهمترین، ولو که حتی با ای آی یا مثلا با تکنولوژی او محتوا را تولید میکنید و طبیعی نیست، اما خودتان تولید کرده باشین، یکی از اولین گزینه هایی است که پلتفرم های سوشال میدیا او را اورجینال در نظر میگیره و شما به اساس از او میتونید که چانس بیشتری برای بازدید و برای بازنشر و برای از که او یک پیام خاص را اگر آموزشی باشه یا سرگرم کننده باشه و یا اینکه ورزشی باشه یا آگاهی دهی باشه، میتونه که اهداف بیشتر رو سوشال میدیا در نظر بگیره و او رو در معرض دیدی بیشتر قرار بگیره. و اگر او پست شما یا مثلا اکانت شما مانیتایز شده باشه، در اون صورت عموم محتوای شما احتمال از داره که بیشترین عاید را یا بیشترین درآمد را داشته باشه. موضوع دومی دیگه است کیفیت ویدیو هست دوستان عزیز. کیفیت ویدیو اما حداقلش باید HD باشه که قابل قبول اکثر سوشال میدیا هست و شما کوشش بکنید که مثلا ویدیوهایی را که اگر به هدف مانیتایزیشن استفاده میکنید، در غیر از او مشکل نداره. اگر به هدف مانیتایزیشن استفاده میکنید باید حداقل کیفیتش HD باشه و این یعنی های کوالیتی و او نوع ویدیوها بیشتر چرا به حساب شانسی را داره که پلتفرم فیسبوک تبلیغات های کوتاهی که از سایر مثلا شرکت ها در صفحات اجتماعی پخش نشر میشه و از طریق از او برای شما پول میده، و ویدیوها را بیشتر در بین ویدیوی شما باز نشر کنه. هر مقدار زیادتری که به حساب ویدیوهای تبلیغاتی کوتاه چند ثانیه در بین ویدیوهای شما پخش شود، با مو اساس مو چانس درآمد شما یا عاید شما از او محتوا بیشتر می باشه.
دیگه موضوعی که مهم است دوستای عزیز، عدم استفاده از محتوای کپی هست. شما کوشش باید بری داشته باشین که محتوایی را که اگر از صفحات از اینترنت یا مثلا تا از لینک ها یا کانال هایی که کسای دیگه شیر کرده از اون اگر میخواین استفاده کنید در فیسبوک خود، کوشش کنید که اول مطمئن شین که او محتوا اجازه استفاده دوباره را داره از آدرس شما. در غیر از او اگر نداشته باشه و بسیار مشکل جدی رو بر شما خود ایجاد کرد که اکانت شما یا مثلا پیج شما محدود شوه و خصوصا بخش مانیتایزیشن شما یا پروفشنال مود شما یک تعداد از آپشن هایش غیر فعال شوه و او بسیار یک پروسس طولانی داره، گرچه غیر ممکن نیست حل میشه اما بسیار یک پروسس طولانی داره، وقت و زمان و دردسر زیادی لازم داره که شما بتونید دوباره او را او مشکل برطرف کنید و او آپشن دوباره به دست بیارین و گزینه مانیتایزیشن. بعد موضوع دیگه ای که دوستا بسیار اهمیت داره، ممنوع بودن محتوای خلاف قانون فیسبوک. همونطوری که در روز اول در آخرین اسلاید ما شما درباره تمام محتواها و موضوعاتی را که در سوشال میدیا در اینترنت خصوصا در دنیای دیجیتال ممنوع هست و او پیگرد، حتی در خیلی از کشورها اگر دولت در قسمت فعال باشه پیگرد قانونی داره و اگر دولت هم فعال نباشه در خود سوشال میدیا بسیار نتیجه و ضررهای فراوانی داره که ممکنه حتی زحمت چندین ساله و چندین ماه و چندین روزه شما را از بین ببره، باعث مسدود شدن اکانت شما، باعث غیر فعال شدن اکانت شما، باعث از دست دادن فالوورها، باعث از دست دادن بازدیدها و حتی باعث از دست دادن امو گزینه مانیتایزیشن شما میتونه شود که او موضوعات مختلفی بود، از جمله مثلا محتوای بدون خشونت، بدون نفرت انگیزی، بدون مثلا تفاوت های جنسی و حساب موضوعات جنسی و کلیک بیت. دوستای عزیز، کلیک بیت بعضی از کلاهبرداری های اینترنتی است که شما در سوشال میدیا خیلی از مواقع ممکنه برخورده باشین به یک تعداد از محتواها و لینک هایی که او شما را به یک تعداد از آدرس های نامعتبر و آدرس های کلاهبرداری شما را میبره وقتی که روی ازو کلیک کنید. و یا یکی دروغ هست، پروپاگاند هست و شایعه هست، شایعه های بی اساس. این موضوعات را اگر ما مثلا فرض کنیم که بگیم که حالا این اینترنت هست، فیسبوک هست و اینا به این موضوعات چطور مثلا پی میبره، امروزه شما میفهمید که ای آی میتونه چه قابلیت هایی داشته باشه و تمام اینا از تکنولوژی ای آی و از تکنولوژی اسمارت استفاده میکنه. تمام محتوا قابل تحلیل، قابل بررسی و قابل به حساب از است که بتونه این موضوعات از هم دیگه تفکیک کنه و بر اساس امو و بر اساس پالیسی و قوانین خود اینا یک تصمیم بگیره، یک دیسیژن بگیره که در مقابل از او آدرس، در مقابل از او اکانت یا مثلا در مقابل از او اکانت چی کار میتونه، غیر فعال میکنه یا یکی مثلا محدود میکنه یا یکی بعضی اعمال دیگر ممکنه که اونا استفاده کنه. بله، وقتی که این موضوعات اصلی رو ما شما در نظر گرفتیم، موضوع بعدی که واقعا خیلی مهم هست و عبارت هست از دیگه که همونطور که در اولم گفتم، آپلود محتوای منظم. یعنی استمرار بسیار مهم است. شما اگر میخواین که در این قسمت موفق شوین، در این راه موفق شوین و یک دستاورد واقعا عالی را داشته باشین، باید برای خود پلان و برنامه‌ای داشته باشین که محتوایتان منظم باشه. مثلا تصمیم بری گرفته باشین که شما اگر میخواین در یوتیوب کار کنید، هفته دو ویدیو و در کدام تایم ها، در کدام روزها شما هفته دو ویدیو رو میتونید آماده کنید در مثلا کانال یوتیوبتان آپلود کنید و همچنین مثلا هفته چند تا پست، هفته مثلا چند تا ریلز و یا هفته چند تا استوری باید شما در سوشال میدیای خود آپلود کنید و این تنها چیزی است که شما را در صدر قرار میده همیشه و شما را در صحنه قرار میده، شما را فعال قرار میده در سوشال میدیا که دیگران بتونن مثلا از محتوای شما، از اکانت شما، از پیج شما بازدید کنه. در غیر از اگر شما این استمرار رو نداشته باشین، فرض بگین که در یک هفته شما سه تا محتوا یا مثلا سه تا پست به اشتراک بگذارید اما در یک هفته هیچ نوع فعالیتی نداشتید، این خود به خود اما اکانت شما را، اما حضور شما را در سوشال میدیا به سطح پایین میبره و در سطر جدول شما قرار نمیگیره و کسایی که بیشتر شما محتوا تولید کرده و استمرار داشته اونا را بیشتر و بیشتر در جایگاه شما قرار میده و یک حتی گفته میتونیم که مثلا فعالیت در سوشال میدیا به یک نوعی به حساب رقابت هم هست. دیگه موضوعی که مهم است تعامل با فالوورها هست. دوستای عزیز، تنها آپلود کننده، تنها پست کننده و تنها توقع به این نداشته باشین که شما فالوور داشته باشین. اگر میخواین واقعا فعال باشین، بسیار ساده است. در دنیای واقعی هم اگر دوستای عزیز ما و شما فکر کنیم، یک کسی که بسیار خوش آمدگویی و بسیار به حساب سلام علیکی و یا ارتباط خوبی با دوستا و اطراف، با مجامعه خود، با خانواده خود، اگر مثلا در محل کار است با همکارا و با اطرافیان خود، اگر در محل درس است و یا هر جای دیگه است با محیط خود، به هر اندازه که ارتباطات خوبتر و سالمتر و نزدیکتر داشته باشه، با مو اندازه دیگران مایل هست که با او ارتباط بگیره، مایل است که همراهی او باشه و مایل است که مثلا
اه، اکثر چیزا رو با همون شخص در میان بگذاره. سوشال مدیا هم دقیقا در حالی که مجازی هست، در همون مجازی عینی به حساب موضوع رو اینا دنبال میکنه. با مو اندازه کسی که برای پست های دیگه کامنت میکنه، لایک میکنه، فالو میکنه، با مو اندازه به حساب به اشتراک میگذاره. با مو اندازه عمو کسایی که شما با اونها ارتباط دارین، اونا با ما اندازه شانسی رو پیدا میکنن. یعنی پستا و اکانت شما یا محتوای شما در معرض دید از اینا قرار میگیره که اونا هم عین کار متقابلا برای شما انجام بده. خیلی از کسا و یک نوع به حساب مود هم هست. ما چون دی بخش بودیم، بیشتر از 7 سال است که ما در دنیای دیجیتال کار میکنیم و تجربات بسیار زیادی را داریم عیناً، که خیلی از کسا در سوشال میدیا فعال هست و اینا اکثرا صرف تعاملشان یک طرفه هست. پست کسی را صرف به حساب ورق میزنه، اما کامنت نمیکنه، لایک نمیکنه، اشتراک گذاری نمیکنه و هیچ نفعل. و امینا رو اگر شما برین یک وقتی به حساب یک تحقیق، یک بررسی بکنید در پیجا و اکانت ها و فیسبوک هایشان، اینا به مرور زمان امو تعامل خود را از دست داده. ممکنه پست اولشان یا فعالیت اولشان در سوشال میدیا بسیار خوب بوده، اما کم کم امو تعامل از بین رفته. به خاطر بسیار مهم است. و دیگه موضوع دیگه است که رعایت حقوق نشر مرتبط به امو عدم استفاده از کپی رایت است. البته اینجا شما اگر میخواین نشر بکنید، ممکنه یک راه وجود داره که یک یادآوری به حساب از امو منبع هم داشته باشین. مثلا بگین از صفحه فلانه کپی شده، یا مثلا توسط فلانه رو نوشته شده، یا توسط فلانه تهیه شده. و حتی اگر ممکن باشه لینکی سوشال میدیایشان، لینک به حساب وبسایتشان یا لینک دیجیتالیشان بتونید که مثلا در محتوای خود قرار بدین، چی در کمین و چی مثلا در خود اصلی محتوا. با اساس باز دیگه شما امر حقوق بازنشر را رعایت کرده اید. دوستای عزیز، فکر میکنم که وقتی ما شما برای امروز به پایان رسیده و ما موضوعات بعدی را که عبارت از تولید محتوای با کیفیت است، اما ایروری که ما به شما نشان دادم، در یک قسمت ما شما انشالله در برنامه بعدی صحبت میکنیم، در روز بعدی دیگه. بیشتر از این فکر کنم که شاید ناوقت شود. ما در اینجا برنامه خود استارت میکنیم و وقت میتونیم بر دوستایی که اگر سوال، نظر و یا ایده ای داشته باشه. کسی یک تعداد دوستای من پیام ماندن در جریان برنامه که بنابر دلایل امکان نداره تا آخر ادامه بده و منتظر رکورد هست. اما بازم تشکر از اینکه تا آخر برنامه همراه ما بودین. کسی که موضوعات ممکنه یک مقدار خسته کن باشه، اما فکر میکنم که یک وقت در یک جایی ممکنه چی داشته باشه، یک دستاوردی بر دوستا داشته باشه. و در زمین ما میخواهیم که دمو وعده که داده بودیم به مو تا آخر پایبند باشیم و بتونیم رو عملی کنیم، حتی اگر این برنامه ما بر یک نفر، بر یک از دوستای ما مفید باشه. دوستا کسی سوالی، نظری، چیزی داره؟ میشه در پیام میتونید به حساب نوشته کنین که اگر چیزی نیست ما میتونیم که برنامه را بر امروز ختم کنیم. بسیار عالی دوستان. روز فکر کنم که شاید شب باشه. شب شما بخیر و شما را انشالله بالای پاک میسپاریم. میبینیمتان روز بعدی.